یه بار دیگه میبینم زنده بگورت میکنم. زنده بگور. من رجبالی را دوست می‌دارم آخه. دوستان عزیز، بخشش زیاد همه شما احترام و خواهش میکنم برای پیشرفت و زیاد گردیدن رولیک‌های تربیوی ما در کانال پادپیسات کنین، لایک کامنت را فراموش نکنین، با دیگران رولیک‌ها را روان کنین. رجبالی ایبرانی. الو. رجبالی کجا شدین؟ حاضر اومده سمیام زارا جون. بیاین ما جای هر وقت داریم. خوب جانم. مالش خوب. خوب. رجبالی چه شما؟ چه شما؟ میشه رحمت شما سازه؟ بهترین. خدا را شکر. هزاران بود. زارا؟ برای چی زخمی؟ برای چی غمگینی؟ زارا بونو. ما همی جایم. برای چی تو زخمی؟ تو باید خرسندی کنی، شادی کنی. ما در لبونی تو باید خنده بینم. ما غم نبینم در چشمیت. در روی تو ما غم باید نبینم. ما همی جایم. آمدم کو. صحت سلامتم. نمیدونی رجبالی. میدونم آمده. لیکن برای دائمی نیومده این کو. ولی 1 سال دیگه خدمت میکنین شما. این 1 سالی که شما نبودین برای ما به مثل 10 سال گذشت. این 1 سال من میدونید چقدر غم خوردم، چقدر عذاب کشیدم. من چقدر خنده کنم. زارا جان، من میفهمم شما را. منم در خدمت برای پدرم، برای مادرم، برای زن شوندم زیغ میشم، غم میخورم. لیکن زارا جان، صبر کردم در کار، طاقت کردم در کار. میوه صبر شیرین است. رجبالی، تو شما خدمت تمام کردن نیاین؟ من خوشبختی را، من خرسندی را نمیبینم. من انشالله به امر الله یک روز نه یک روز با سری بلند خدمت تمام میکنم، برمیگردم. ما و تو به یکدیگر میرسیم، ما و تو توی میشیم، خوشبخت میشیم، زندگیمون آباد میشود. انشالله که ما یک عائله خوشبخت میشیم. بچه‌ها خیلی جود آرد. هر دوتون توی میکدب دستین، عائله خوشبخت میشید دستین ها. کی میگه که شما خوشبخت میشین؟ تا وقتی من زنده ام، ما اینا کتی اجویا شده نمیمونم. بفهمیدم میرا. گوش که مهربان، تو خودت نغز میدونی که من ضرر را دوست میدارم، به ضرر زندگی کردن نمیتونم. خوشبختی ما، زندگی ما، آینده ما ای ضرر وابستگی داره، با ضرر بدن وابستگی داره. میفهمی؟ و همین خاطر با سر ما چی مشکلی هم بیاید که ما ای بحری ضرر نمیگذارم. جان ما بگیرن، ما ای بحری ضرر نمیگذارم. فراموش نکن مهربان جان. من تو را پیش خدمت رفتنت 10 بار 100 بار گفتم که من تو را قطعا دختر نبینم دیگه. فهمیدی؟ میلیون بار گفتم که قطعا نبینم. با چو کدای اومدای دوست میدارم، خوشبخت میشم، یجا میشم. من دیگه بار دیگه قطعا دختر تو را نبینم. فهمیدی؟ دوستش میداری نمیداری اینا در خاطر بدار که خواهر ما در اولاد خدمت میتیم، در خیش تبار خدمت میتیم، نمیتیم در تو. گوش که مهربان جان، زندگی مجبوری نیست برادر. میفهمی؟ زندگی مجبوری نیست. شما خوشبخت بدن خواهرتون نمیخواین، شما سربلند بدن خواهرتون نمیخواین، شما زندگی آباد داشتن سربلند بدن خواهرتون نمیخواین. با خوشبختی خواهر ما نمیخوایم، نکی بوت نمیخوایم، نمیخوایم بوتی اجا شوا. اولادای خدمت میتیم. بفهمی امیرا؟ یک بار نظر خواهر تا پرسیدی که کی را نغز میبینه، کی را دوست میداره؟ یک بار پرسیدی؟ اکا جان، من رجبالی را دوست میدارم آخه.
گوش کن مرا. رجب دوست می‌دارم. یگان کس دوست نمی‌داری. فهمیدی؟ اگر دوست شما داری یک قدم به هیچ جا رفته هم نتونی را در بچه خدا میتین. ما قطعی پدر مادرم مصلحت کردیم. فهمیدی؟ بدم ماشین دبشی. دست که ماشین دبشی از من میام. بدم تیز عکا پکنه. دست که گوش کن مهربان. نفری را که من دوست می‌دارم، نفری را که من قدر میکنم، نفری را که ای جونم در بالای برای من قطعیش خیلی مناسبت نکرد. میفهمی؟ قطعیش خیلی مناسبت نکرد. گوش کن مرا. اول و آخران باری که قطعی همین دختر میبینم یه بار دیگه هم میبینم زنده بگورت میکنم. زنده بگور. فهمیدی امیرا؟ مهربان جان، یک چیز خوب در خاطر دار. من زرا را دوست می‌دارم. در کار شوم ای بهری جانو میگذارم. به همین خاطر فراموش نکن مهربان جان که اگر من شاه دنیا میبودم، اگر دنیا در تای دست من میبود، لیکن من ای سرباز عاشق میترسیدم. ای سرباز عاشق حذر میکردم. به همین خاطر مهربان من هم سرباز عاشقم. ای ما بترس. چون که من ای بهری جانم میگذارم به خاطر عشقم، به خاطر دوست داشتم، به خاطر نفری که زندگی ما ای همو بسازید. رجب علی ایبرانی.